برادر به فکرم نوشته است. قصه به زن گرفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش را با استفاده از منابع صحیح نقل می‌گردید. زیرا بعضی ها میگویند که گویا رسول خدا صلی الله علیه و سلم با وی رابطه نهانی داشته است، نعوذ بالله. و زید وقتی از این درکدار شده است پس غضب نموده او را طلاق داده است و باز قصه های دیگری. اکی اینجا ما مجبور میشویم، اگر چندی وعده کردیم که کوتاه گپ میزنیم، اما حالتهایی هست که کوتاه گپ زده نمیشود. وقتی که سخن درباره مادرهای ما میرود، وقتی که تحقیر به مادرهای ما متعلق میشود، بر ما فرزندان واجب است دفاع کردن از مادرهامان. اولا بر ما واجب است شناختن مادرهامان که مادرهای ما کیها هستند، چرا ما اونا را مادر میگوییم. خداوند متعال در قرآن عظیم شان ما و شما را تعریف و توصیف کرده است. مسلمانان واقعی را در نظر دارم. حضرت خداوند میگوید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. محمد صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان از جانهاشو عزیزتر است. و ازواجه امهاتهم، و زنهای محمد صلی الله علیه و سلم مادران مسلمان ها هستند. این حکم مادر فرزندی را خداوند برای ما و شما تعیین کرده است که ازواج مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مادر هستند. خواه بیبی خدیجه باشد، خواه بیبی عایشه باشد، خواه زینب بنت جحش باشد، خواه دیگران. از این خاطر انشاءالله مختصرتر درباره ازواج مطهره پیغمبر، درباره مادرها ما قصه میکنم که مادرهای ما کیها بودند، کی با پیغمبر ازدواج کردند، کی وفات کردند، تا اینکه یک تصوراتی لااقل اندکی هم باشد در همین نسبت داشته باشید. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق اخبار صحیحه را در نظر دارم. اختلاف در قولها خیلی زیاد است. با 11 زن نکاحی معامله و معاشرت کرده است و 2 زن دیگر را نکاح کرد، اما با اونا معامله نکرده طلاقشان داد. از اونا جدا گشت. در مجموع 13 تا می شود. 11 زن نکاحی، زنهایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کرده اند و ام المؤمنین شماریده می شوند. مادران مؤمنان کیها هستند؟ اولا خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت در سن 25 سالگی خیش 15 سال قبل از بعثت و پیغمبری با این خاتونه، با این خانم زیبا، هم زیبا سیرت و هم زیبا سیرت ازدواج کرد و غیر از ابراهیم تمام فرزندان دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم همه از بیبی خدیجه مادر متولد شده است. تا زمانی که خدیجه زنده بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرزوی هیچ زنی را نکرده است. یگان زن حتی پیشنهادش میکردن نمیگرفت. حتی بیبی خدیجه مادرمون التماسش میکرد که یک زن بگی، تصور کنید سن سالی مادرمون به 60 رسیده بود، در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عین جوش و خروش جوانیش بود، در 45 سالگیش بود. تاکیدش کرد نگرفتم. بیبی خدیجه 3 سال قبل از هجرت از دنیا گذشت. پیغمبر به حد خدیجه را دوست می داشت که همون سال وفات بیبی خدیجه را ام الحزن گفته است. سال حزن و اندوه، سال غم. بیبی عایشه مادرمون میگه ما غیرت علی امرأة ما غیرت علی خدیجه. بر هیچ زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینقدر رشک نداشتم که بر خدیجه. ببینید بیبی خدیجه وقتی که از دنیا گذشت ولی پیغمبر عایشه را نگرفته بود، عایشه طفلک بود، عایشه خدیجه را ندیده است، اما میگه از همه زیادتر به بیبی خدیجه رشک داشتم. زیرا هر وقتی که قصه
خدیجه در میان می اومد، پیغمبر به نیکی یادش میکرد، در حقش دعای خیر میکرد، همین خیلی با محبت گپ میزد که برای رشک می اومد میگه مادر ما بی عایشه. پس اویله اولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بی خدیجه کبراست. بعد از وفات بی خدیجه رضی الله عنها، پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک زن مؤمنه را با نام سوده بنت زمعه به زنی گرفت. سوده کی بود؟ سوده یک زنی که اسلام آورده بود. شوهرش سکران ابن عمرو از دنیا گذشت. از بس که در مکه مکرمه زنهای مسلمان بسیار احوال بد داشتند، خش تبارش و جبرش میکردند. خوف آن بود که اگر سوده باز بگرده به قوم خودش، به نزد قوم خودش از نو مجبوری به ارتدادش میکنن، به کفرش میکنن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سوده ازدواج کرد. حتی در بعضی روایات اومده است که سوده از رسول الله صلی الله علیه و سلم کلانتر بود، 5 سال کلان بود است. یعنی برای شهوت نگرفت است، تو را پروای شهوت هم نداشت حضرت. 1 سال بعد از ازدواج سوده همراه پیغمبر زندگی میکرد. یک حالت شد است در تاریخ. وقتی که در جنگ بدر بدری ها قریشی ها بعضش اسارت افتیدند و آوردن شو، سوده بنت زمعه هم که از زنهای اشراف زاده قریش بود سختش رسید. ببینه این تعصب بعضا کاری خچه میکنه. در حالت غضب گفت ای حال در مردن تون خوب نبود، در میدان جنگ میکشتن تو از این شرمندگی در خوبتر نبود. حضرت غضبش کرد که تو چی میگویی؟ تو پشتی مشرکا را گرفتستی. از شدت غضب طلاقش داد. سوده دیگه شب و روز گریه میکرد، پیش حجره پیغمبر می اومد. گفت یا رسول الله، من نوبت خواب خدمت، نوبت شب ما به بی عایشه هدیه کردم، فقط من میخوام که فردا روز قیامت همچه همسری تو محشور شوم. این بسیار شرفی بزرگ است که زن پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. خیلی شرفی بزرگ است. و حضرت ترحم کرده به حالش، نکاحش کرد، از سری نو گرفتش. سوده بعد وفات پیغمبر عمر طولانی و دراز دید. عاقبت الامر در سال 54 هجری، سال 54 هجری در مدینه منوره از دنیا گذشت. در قبرستان همون جنت البقیعه گرانده شده است. مادرمون است. بیبی عایشه را 1 سال بعد از سوده نکاح کرد، اما از بس که حال خرد بود در خانه پدرش بود. وقتی که به مدینه هجرت کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 سال و 5 ماه بعد 7 ماه دیگر صبر کرد. بیبی عایشه وقتی که به بلاغت رسید، حضرت صلی الله علیه و سلم با او ازدواج کرد و زنی یگانه باکیره رسول الله صلی الله علیه و سلم بیبی عایشه مادرمون است. از عالم ترین زنها است، از فقیه ترین زنها است. اینقدر مسائل شرعی که از بیبی عایشه ما روایت داریم، از بسیاری مردها نداریم. بسیار زیرک و ذکی بود. خدا رحمت مغفرت کنه مادر ما را. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به نهایت دوستش می داشت. زنی دوست داشته ترین رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. در صحیحین اومده است، بخاری و مسلم روایت بکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فضل عایشه علی نساء کفضل الثرید علی سایر طعام. فضیلت عایشه نسبت دیگر زنها مثل فضیلت سرید است نسبت دیگر طعام ها. سریدش ترید، در زبان ما کلمه ترید استفاده می شود، اما متاسفانه فقط در طعام گاو حیوان را استفاده می بریم. حال آن که هر چیزی که در اون نان ریزه کرده می شود، نان به همون آب آمیخته می شود یا با گوشت روغن آمیخته می شود، نامش سرید است. همون شوربای طبقکی که اینقدر ما و شما دوست می داریم، همون سرید است بچه‌ها. سرید یا که همون قروتوی که میزنیم در اینجا اصل بگیریم او سرید است، اما تریتش میگیم ما خود. ببینید چقدر لذت داره. شوربای طبقه دقیقی تمیز شوربای کاسه مقایسه کرده میشود. امروز مود پرست شدیم، در کاسه شوربا میارن نمیفهمی که بارش خورده استم یا خون شوربا نباشه. همون را اگر در طبق بیارن چپاتی را ریزش کنی چقدر بلذت است. فضل بیبی عایشه نسبت دیگر زنها مثل فضل سرید نسبت دیگر طعام ها است.
خب مادری چهار عقب چرا سیم و چهارم میگم؟ از روی سال که کی پیغمبر گرفته است شو به همون ترتیب کرونولوژی آورده است. من بیبی عایشه مادرمون هم بسیار عمری دراز و با برکت دید. در سال 57 به بعضی روایات سال 58 هجری از دنیا گذشته است، یعنی که 48 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. چهارم زنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکاح کرده است و شرفی زوجگی پیغمبر و مادری مؤمنان را دارد، مادرمو بیبی حفصه بنت عمر ابن خطاب، دختر حضرت عمر ابن خطاب است. بیبی حفصه یک شوهر داشت با نام خنیس ابن حذافه که بین همه جنگ بدر و احد از دنیا گذشت. بعد جنگ بدر بیبی حفصه را برای حسن و جمالش پیغمبر اختیار نکرده است، به خاطر آنکه مناسبت و معامله مسلمانان قوی تر شود بیبی حفصه را اختیار کرد. و ایلا حضرت عمر پیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم به عثمان پیشنهادش کرد، حضرت عثمان نگرفت. حتی در بعضی حدیث ها اومده است که به حضرت ابوبکر پیشنهاد کرد که یا ابوبکر گفت همین زن من عیمه شده است، مقصد سیبه شده است، از شوهر مونده است، همین بیوت زبانم نمیگرده بگم راستی، یا بگیرش. حضرت ابوبکر بعضی بهانه ها گفت، حضرت عثمان بعضی بهانه ها گفت. بعدا حضرت ابوبکر میگه که من بس فراست دانستم که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را میگیره، او مادر ما میشود. از همین خاطر گفتند ما چی کردیم؟ قبول نکردیم. و نهایت حضرت رسول الله در سال 3 هجری بیبی حفصه مادرمون به نکاح در آورد. بیبی حفصه سال 45 هجری از دنیا گذشته است. پنجم از روی هم ترتیب کرونولوژی زینب بنت خزیمه است. این زینب که سوال کرده است برادر نه، ولی انشالله در اون موضوع هم گپ بزنیم. زینب بنت خزیمه زوجه عبدالله ابن جحش رضی الله عنه بود. شوهرش در جنگ احد به شهادت رسید. از بس که کمبغلا را به حد دوست می داشت و کمکشو میکرد، با لقب ام المساکین مشهور بود. مادر مسکین ها را خداوند گرفت مادر تمام مسلمان ها کرد، خواه مسکین باشن خواه ثروتمند. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این زنه که سال خورده بود، جوان نبود، در ابتدای سال 4 هجری به نکاح در آورد. 3 ماه بعد، در بعض روایات اومده است 2 ماه بعد، مادر زینب از دنیا گذشت. در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از میان زنهاش 2 نفرش از دنیا گذشته بودند وقتی که حضرت حیات بود، بیبی خدیجه مادرمان و همین زینب بنت خزیمه زن پنجم پیامبر صلی الله علیه و سلم. نهایت 6م مادرمان ام سلمه رضی الله عنها. ام سلمه نامش اصلا هند است، هند بنت ابی امیه. ام سلمه زن ابو سلمه بود. ابو سلمه برادر رضاعی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر دوش سویبه کنیز ابو لهب سینه داده است، شیر داده است. وقتی که ابو سلمه به شهادت رسید، ام سلمه فرزنددار بود، پسر داشت، دختر داشت. یک پسرک داره با نام عمر و یک دخترک داشت با نام زینب. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام سلمه را نکاح کرد. او زمان حالی بیت المال و طوری باید شاید عمل نمیکرد. زنی که شوهر نداشت در جامعه بسیار خوار میشد، بسیار به عذاب گرفتار میشد. ولی یک ضرب المثل در میان مردم ما هم هست، میگن دخترک شو داره، قربقه شو داره، خیلی آبرو داره. همین گپ شنیده؟ قربقه شو داره، خیلی آبرو داره. حقیقتا در او عصر زمان شو داشتن یک مایه افتخار بود. از همین خاطر زنها را میبینیم در سن 50 سالگی، حتی بعضا 60 سالگی شوهرشو که از دنیا میگذشت یا طلاق میافتن با شوهر دیگر میکردن. امروز دیگه آبرو را در این نمیدونن این زنکا جگر ریخته ها. اما خاطر از مسافرهای بیچاره به زن میگردن دیگه. زنک دیگه در 45 50 که رسید شو نمیکنه دیگه. بیچاره مسافرها به زن موندن. از همین خاطر برای آن که ام سلمه
همون مرتبه و منزلتی که داشت گم نکند، با ابرو و با عزت باشد در بین قومش. از طرف دیگر یک افتخاری بزرگ است که زن رسول الله صلی الله علیه و سلم گردد. حضرت ام سلمه را نکاح کرد گرفت. ام سلمه از بنی مخزوم است، از قبیله قریش، از بطن بنی مخزوم، یعنی خیش تبار ابو جهل و خالد ابن ولید است. یکی از سببهای دلگرم شدن خالد ابن ولید به اسلام همین نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام سلمه بود. خداوند هدایت میکرد اما چیزی را سبب میگردونه. یکی از سببهاش همین شد که وقتی ام سلمه را رسول الله صلی الله علیه و سلم نکاح کرد و گرفت، این یزده خیلی ابرو و عزت دارد و در پیش قوم ها چیزی اندک نیست. تصور کنه که یزده را پوچو میگن، در طرف شمال پوچو میگن، نه پوچو یعنی پوچو کرول یزده. قوم های عرب هم بسیار احترام میکردن، همه خیش تباری و قومیت سببی را بسیار احترام میکردن. عیب میدونستن که با یزنهاشو با قوم هایی که مثلا با اینا یک مناسبت و معامله دارد، معامله و مناسبت درست و صلح نداشته باشند. یکی از سببهای دلگرم شدن خالد ابن ولید همی شد. ببینید ام سلمه از همه امری با برکت‌تر زیادتر در بیان زنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده است. مادر و ام سلمه در 84 سالگیش در سال 62 هجری از دنیا گذشته است. بسیار زنی پاکدامن با عفت، بسیار زنی صالحه عاقله صاحب خیرات بود. بسیاری صحابه پیغمبر از او مصلحت و مشورت می‌گرفتند. خب عائله هفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش. زینب که سوال به او متعلق است. زینب بنت جحش دختر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دختر امیمه عمه پیغمبر است. و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم زینب برای پسرخواندش برای زید خواستگاری کرد. در نکاح زید ابن حارثه بود. از بس که زید ابن حارثه یک زمان غلام بود، ایرا بی خدیجه از بازار خریده و بعداً به رسول الله صلی الله علیه و سلم هدیه کرد و حضرت رسول الله را آزادش کرده. به حکم همون زمان جاهلیت ایرا پسرخواند خواند. حتی که در ابتدا زید ابن محمدش میگفتند، اما در اسلام خداوند انا همین معامله و مناسبت پسرخواندگی برهم داده است. مادر خواندگی این چیزا در اسلام اصل ندارن. بچه زنی از دنیا میگذرد، یک محرمی به غیرت نداره که دروی قبرستان بدروید. با همو گرگان میگه که خواهرم باشه یا به جای مادرم باشه یا به جای دخترم باشه و بعد دست آتین بالا میکنه و همون را میگیره در قبر میمونه. آیا به گفتن آن که مادرم باشد یا خواهرم باشد خواهرش میشود؟ هرگز نمیشود. این درست نیست، این حرام است. مردم آقا ناموسی ما و شما کجا شده است؟ نخواه یک مردی بگونه زن را که محرم ما و شما هست بگیره به دستاش در درون قبرستان ما نو ما بترسیم از داخل شدن در قبر. ای چی میترسه؟ ای همون قبر؟ شما ای زنده ها بترسه، اون مرده ها بچرای چی کارتونا میکنن؟ و قبر عاقبت جا ما همون جا است، خانه آخری ما همون است. برای کم کم همون قبر کنو را کمک کنه، طریقه کندن قبر را یاد بگیره. از همون ندیدن است که تلخت میکفه. بچه را میدرورن که کو مادر تا بگی در قبر مو شاخ میشوه. باری اول لحد دیده است ای سرت بونه آخی مادر خطا که در گور مونده نتونی، ای تو دیگه چی امید است؟ زینهار در این مسئله احتیاط کنه بچه. پسر خواندگی مادر خواندگی را خدای تعالی نهی کرده است، باز داشته است. در اسلام خیلی گپ وجود نداره.